ببینید دوستان، ما اگه پیش دوستان خدا میریم نمیریم اطلاعات دینی رو بالاتر ببریم، نمیریم اصطلاحات یاد بگیریم، میریم مصاحبت کنیم، میریم هم نشینی کنیم، میریم فیض ببریم، میریم الگو برداری از رفتارشون بکنیم. بعضیا فکر میکنن که وقتی پیش بزرگان میرن برای اضافه شدن معلومات دینیشون میرن، برای یادگیری اصطلاحات میرن، چند تا اصطلاح علمی عرفانی یاد بگیرن. نه، ما برای این نمیریم، ما برای این میریم که از رفتار اونها الگو برداری کنیم. کونوا مع الصادقین ای خالطوهم لتکونوا مثلهم، باشون انقدر نشست و برخاست کنیم تا ازشون رنگ بگیریم، تا اونا بتونن الگوی رفتاری برای ما بشن، ما بتونیم از الگو برداری از شخصیتشون در خودمون اصلاح بیاریم. این ما توی جلسه نشسته بودیم، حضرت مفتی خالد دهواری رحمت الله تعالی علیه که مفتی حوزه علمی گشت بودن، یک شخصیت علمی و عرفانی بسیار بزرگ، یه فرد یه سوالی پرسید تو جمع، یه نکته تفسیری پرسید. تا این سوال رو پرسید هنوز مولانا داشت اینو به قول معروف برانداز میکرد که چطور جواب بده. فلان مولوی جوانتر، فلان کسی دیگه که اصلا مخاطب نبود، سوال ازش پرسیده نشده بود، اون شروع کرد نظرشو گفت، این شروع کرد نظرشو گفت، این شروع کرد نظرشو گفت، هر کی چیزی گفت. بعد که اینا خوب حرفاشونو زدن، اون موقع مولانا باز همون فردی که سوال میکرد دوباره سوالشو از حضرت مفتی خالد دوباره پرسید. یعنی چی؟ یعنی به جمع فهموند که آقا من از شما نپرسیدم، مجال بدید، فرصت بدید، بذارید ایشون حرف بزنه. دوباره سوال کرد، حضرت هم خیلی با متانت فرمودن که من حضور ذهن ندارم، تفسیر به رأی هم نمی کنم. قرآن چیزی نیست که خواسته باشیم نظر خودم و نظر شخصیمو بیان کنم. برو فلان تفسیر رو نگاه کن ببین اونجا چه نوشته، من نمیدانم. من اینقدر لذت بردم بودم ببین این هم نشینی با صالحین اینه که از اونی که او یه جاهی میگه من نمیدانم تو درس بگیری، از تواضعشون، از فروتنیشون، از این که با جسارت و جرأت گاهی وقتا در یه مسئله‌ای که مطمئن نیستن اظهار نظر شخصی نمی کنن و نمیگن شاید شخصیتم زیر سوال بره، شاید به من بدگمان بشن، شاید اینا دور بر من دور بشن. آقا من حضور ذهن فعلا تو این آیه ندارم و الان به این زودی در رابطه با این آیه مطالعه و تحقیقی نداشتم، لذا نظرم نمیدم. مطمئنن تو ذهنشون 100 تا مطلب در رابطه با اون آیه بود، اما نمیخواست که به قول معروف با تحقیق کامل بدون تحقیق کامل حرف بزنه و میخواست به جمع بفهمونه که شما هم اینطوری باشید. هم نشینی با صالحین این درس ها رو به آدم میده. گاهی وقتا از نمیدانم او تو باید درس بگیری، از سکوتش باید تو فریاد درونشون رو بفهمی، تواضعشون رو، للهیتشون رو، اخلاصشون رو، از نوع برخوردشون، نوع تعاملشون با اطرافیانش رو باید بفهمی. ببینی به اینا نشانه ولایت، نشانه دوستی الله تعالی است.